دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز تصمیم گرفتیم سری به ماسوله خنک و بارونی بزنیم. امروز جمعه 7 مرداد ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. وقتی که بخشی از این جاده رو رد کردیم دلم نیومد که زیبایی این جاده رو با شما عزیزان به اشتراک نذارم. پس دوربین رو بالای ماشین نصب کردم و براتون یه ولاگ از جاده خنک و سرسبز ماسوله ضبط کردم. این جاده یکی از زیباترین جاده های شمال و استان گیلانه. قبلا ولاگ برفی این جاده رو هم برای شما عزیزان در کانال قرار دادم. فاصله شهر زیبای ماسوله تا فومن حدود 30 کیلومتره که حدود 20 کیلومتر از این جاده جنگلی و زیباست. احتیاط هنگام رانندگی در این جاده توصیه میشه، چون هم محل عبور حیوانات اهلی و وحشی و هم توقف مسافران بی احتیاط و ناشناسه. پس مراقب باشید. به زودی هم ولاگ گردش در ماسوله خنک و بارونی رو برای شما عزیزان در کانال قرار خواهیم داد. در مورد گذاشتن موزیک روی این ویدیو هم متاسفانه کپی رایت یوتیوب دست ما رو بسته، وگرنه ما خودمون داخل ماشین در حال گوش دادن به آهنگ‌های استاد معینیم. جای شما خالی. شهر ماسوله به خاطر ارتفاعی که داره در بیشتر ایام سال مه‌آلود و خنکه و در زمستان برفی. پس گزینه مناسبی برای تفریح افراد نزدیکه. البته امروز بیشتر مسافران تو جادن و از پلاک‌ها مشخصه. شهر فومن هم از شهرهای دیدنی استان گیلانه که همه اون رو با کلوچه‌های خوشمزه‌اش میشناسن. ماسوله و قلعه رودخان تنها 2 تا از جاهای دیدنی معروف این شهره. داخل پلیلیست شهر فومن کانال ما ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی این شهر وجود داره که پیشنهاد میکنم حتما بهش سر بزنید. راستی اگر به شمالگردی و گردش در بازارهای محلی اون علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. ما به عشق شما عزیزان ویدیو میگیریم و اینجا میذاریم، پس از ما حمایت کنید. شیمی جانر من بمیرم جاتون باز هم خالی. امیدوارم که از این ولاگ لذت ببرید.